ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که قهرمان ویدیوی پرسر و صدای از صنف پیش کردن معلمه را دستگیر کرده والدان او را به جوابگری کشانیده است. روز 30 مای ژورنالیست میرزاجان فرخوری در شبکه‌های اجتماعی نواری را نشر کرد که چگونه یک خواننده مکتب در را از بیرون پوش گفته معلمش را از صنف بیرون میکند و همصنفانش این عمل او را با خوشی و شادی استقبال میکنند. این ویدیو موج واکنش‌های منفی را به بار آورده و اکثریت از مقامات حفظ حقوق و وزارت معارف طلب داشتند که این خواننده بی‌تربیت را جزای سزاوار بدهند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت الکی بعد یک ساعت شخصیت قهرمان ویدیو را معاین کردند. ضمن سنجش معاین گردید که این عمل از جانب نابالغ سال تولدش 2004 ساکن کوچه نعمت قربایف خواننده صنف 11 ا مکتب عمومی رقم 76 نویه فردوسی صادر گشته با یک بی احترامی معلمه فن الگبر را از صنفخانه بیرون میکند. خبر داد مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت تاجیکستان. بنا به این منبع کارمندان میلیسیا با این نابالغ و همسبقانش صحبت‌های پروفیلاکتیکی گذرانیده در رابطه با این قضیه نسبت به پدر وی شهروند لایقوف نیکروز فرمانویچ سال تولدش 1972 ساکن شهر دوشنبه کوچه نعمت قربایف برای بی‌مسئولیتی نسبت به تعلیم و تربیت فرزند بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده و برای بررسی به دادگاه ارسال کردند. بلکه بر اساس این بند قانون آگاهی و یا جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای حسابها از 180 تا 300 سامانی تهدید میکند.